کمیته اولتوی فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 20 ایول در روز عید قربان در دریا و کانال‌های تاجیکستان 3 نفر از جمله یک کودک 4 ساله غرق شدند. طبق معلومات بخش کمیته اولتوی فوق‌العاده در شهر وحدت روز 20 ایول ساعت 11:50 یک کودک 4 ساله از دهه شادمان جماعت برونوف هنگام دست و روشویی در رودخانه اندگان به آب افتیده است. متاسفانه آن لحظه در نزد طفل کسی از کلانسالان نبوده است. جسد او را بعد 4 ساعت از آب بیرون آورده به والدانش سپردند. همین طور دو ساکن 29 و 45 ساله دهه علیجان جماعت پشونگ نویه دنغره روز 20 ایول ساعت 13:00 از بی احتیاطی هنگام آببازی در کانال دهه علیجان غرق شدند. جسد آنها را ساکنان از آب بیرون کشیده و مقامات دخلدار سپردند.